البته لنج هم میدونید از اول اسمش لنج نبود تو ایران. زمانی که روش موتور سوار شد شرکت لانچ می‌زد. این برادر عزیز آمدیم همون جایی که هر سفر افتاد چندین سالایی که دیده است مهنت کردن اینا هر سفر همین هواش مهنتی دستی ده یه بار دیگه سلام و درودی به پایان از تاجیکستان آفتابرویه به کل فارزبانان روی دنیا. عین حال در بالای کشتی شاه اسماعیل سامانی قرار داریم که در کنای تاجیکان یعنی کنای سامانی می شود در آبانبار خیرخون. من در دوی کشتی ها هستیم می‌بینیم که کشتی ها در اینجا ماندگی یک کشتی اومده است در این طرف خب یک جای دیدن بگیریم. من دوستان عزیز آمدیم لب آبانبار خیرخون با همراه علی بای. علی جان خوش آمدید دوستان. من آمدیم با همراه دیلوار سفر انا کشتی سامانیان آمدیم. اینجا دخیلی نبیدیم که تمام اینا کشتی ها هستن. این سالای سیوز هم هستن کشتی ها. این آمدیم کشتی شاه اسماعیل سامانی آمدیم. اینجا دینا کشتی شاه اسماعیل سامانی هستن. همش با دست ساختگی. این دیلوار سفر خودش باید بانی آب در آرام. یا بسم الله بگرفته منک. دیلوار سفر همین هواش مهنتی دستی ده بهتر. بله بله بله. 70% آماده است. 70% قسمت. پس از یک بار یه بار دیگه عبید انا کنم طرف میبریم میریم این یک کشتی اومده استانی البته چه اومده استانی طرف این خیلی خوبه بانو داریم این با نگین که اگم دوبای خارجی اگم چی هم تاجیکستانی خمانی نمیللی دایرهی خیلی خوبه. دوستان عزیز درونی کشتی مخصوص برای کنای گلکاری ها همه مخصوص برای همه باید کنای اسماعیل سامانی. البته لنج هم میدونید از اول اسمش لنج نبود تو ایران. زمانی که روش موتور سوار شد شرکت لانچ می‌زد این موتورها رو کم چرخیده و اسمش شده از درون میبراییم بیرون. دیلوار مهنتی دستی کاری خودش خدا قوت داره زنده باشید. این که همش مهنتی دستی است. یک سال اینا سازنده 350 آدم میبرن. درازیش 25 متر. یه چیزی بگم ما توی ایران شاید ساختنی چون خیلی میسازن راحت تر باشه تا اینجا یه چیز رواجدار نیست ساختن همچین چیزی. استادکار جور کردن ساختنش درست کردن مهندسی جمع‌آوریش خیلی دشوارتر. بیانک بالاش ببریم جایی که شاه نشینیم حرکت میکنیم بچه جایی که حرکت میکنه این هست. این برادر سری رولش اینجا جای زادید کنک شاید سری رولش. این برادر عزیز آمدیم همون جایی که هر سفر افتاد چندین سالایی که دیده است مهنت کردن اینا خدای کنه که کینو تیز بشه و 3-4 ساله اخیر هم کینو رو واقعا بهتر میشه. یک جای اومدیم دیدن کردیم در آبانباری خیرخون. اینجا چیز ما ندادم بخوریم.